ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти Вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори даҳумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми шашум. در حقیقت به این کار اگر روی راست با دعوای قانونی مراجعت کنید، اثبات کردن مشکل شده میماند. چیکه اداره زور همه از وی می ترسند. سودها و قاضیها دعوا را پوچ و باطل کرده می برارند. بدتر کس رسوا و بدنام می شود. ناظر افندی این را می داند. بنابراین حکم را به دست خود من داد. گپ نازده همین تپانچه را دراز کرد. معنای این همین که رو خودت قصاص گیر، نترس، من در قفایت هستم، حامی تو منم. درست آفرین. اگر از این ورطه صحت سلامت خلاص شود، ننگ و ناموس را پاک کند، یک عمر خدمت ناظر را می کند، بی مشورتی وی کاری نمی کند. همین طور بقاجان فکر و اندیشه کرده، ولی با دقت به سوی چیکه نظر می کرد که ناخواست در روشنی فانوسی سیسو زنی را دید، زنی سردوچ و بی فرنجی مسلمان را دید که در سر کله پوشی زردوزی، در تن کمزوری مخملی نافرمان پوشیده است و در روی حولی خودش راه می گشتگی بر این قدم مانده آمده ایستاده است. بخاجان اول به چشمانش باور نکرد. گمان کرد که این یگان روسزنک و یا تاتار است که لباسهای تاجیکی پوشیده است. لیکن دقت کرده دید که این همراه خان است. از پسی وی به شوهرش خبر دادنی آمده است. بخاجان حیران شده ماند. چیکار کردنش را ندانست. چرا وی به خانه نسیم جان رفته، چرا بودن و یا نبودن او را درست نفهمیده زده به حولی درون در آمد. چرا به این زنک خبر داد که شوهرش را می کشد؟ احمق، نادان بی تجربه گل، به ضعیف‌های ناتوان داد زدن، دوغ و پوپیسه کردن و آنها را از نیت خود با خبر کرده ترساندن چه حاجت بود؟ انا اکنون این زنی بی آبروی و دامن به سر خیسته آمد، حتی بی فرنجی آمد، به شوهرش به چیکه خبر می دهد. همه کاری می شدگی را نمی شدگی می کند و می ماند. های دریغ، های دریغ. به خاجان دقت کرده دید که زنک به تیریزه کمیندندخانه نزدیک شد. به کسی ایما کرد. از درون گویا نسیم جان بود که دری کمیندندخانه را کشاده زنک را به درون درآورد. تمام. آمین. الله اکبر. به خاجانی ساده نادان کار را رسوا کردید و ماندید. اکنون عقیب گردید که از 100 سرطان یک تاش هم سلامت نمی ماند. و خاجان خود را به تاریکی کشیده و درونی دالانی بیچراغی پسش غایب شد. همراهان نسیم جان را زنده، سالم و تندرست دیده یک باره چشمش روشن گشت و بی اختیار گفت: ای بی خیریت شما را سلامت می دیدیم دیه. و بروی کرسی نشستمان. نسیم جان که از بی فرنجی آمدن و حالتی وهمانگیزی همراه خان، نه این که حیران بلکه هراسان گشته بود، چی گفتنش و چی کار کردنش را نمی دانست. به شما چی شد؟ به شما چی شد؟ خودش چی گفت؟ می گفت
و یاری طلبیدگی بر این، گاه بروی زنش گاه بروی کمندنتی چیکه که در آنجا حیران مانده نشسته بود نگاه می کرد. اما همراه خان یارایی سخن گفتن نداشت، فقط از دستی نسیم جان سخت داشته بود و از رویش چشم نمی کند. در این بین کمندنت خود را به دست گرفت و از جا برخاست و یک پیاله چای خنک آورده به همراه خان داد که نوشد و آسوده تر شود. همراه خان چای را نوشید و یک نفسی آسوده کشیده با تبسم بروی شوهرش نگریست و گفت: خیریت که شما از اداره نبرآمده بودید نباشد شما را می کشتند. مرا می کشتند؟ خندید نسیم جان. برای چی و کیها؟ همراه خان حادثه شدگی را، تهدید کردن آدمی ناشناس را مختصر گفته علاوه نمود. مردک به عزمش خیلی جزم بود. عجیب، گفت این دفعه با جدیت نسیم جان. چه خیل مردک بوده است وی، نشناختی؟ نه، در خوابی شبم هم ندیده بودم. مردک چندان جوان نی، سینش گذشتگی، ریشش ماش و برنج، میان قد اندک میلنگ، افتش بخارایی برین نی، صحرایی نما. در تنش جامه نیم داشتی ستینی سیاه بود، میانش با رومال بستگی، در سرش تیلپک بود، تیلپکی بخارایی. چشمانش از کاسه خانه برآمدگی، دستانش از غضب می لرزیدند. این خیل آدم، گفت کمندنت، به یاد من هم نیست کی باشد. اگر دزدی آدم کشی زرخرید می بود این طور روی راست و با هیجان نمی آمد. گفت نسیم جان این یگان قصدداری جدی بریم. خیر به کجا رفت؟ باز چی گفت؟ نمیدانم به کجا رفت. مرا جبر دیده گفت و اعلام کرد که همین روز از دستی شوهری فاسقم خلاص می شوم، یعنی که وی شما را می کشد. این واقعه را به رهبریت خبر دادن لازم، گفت کمندنت. رئیس در همین جا هنوز نرفتند. زود بالا برایید، خواهرم در همین جا به شما منتظر می شوند. مایلش، گفت نسیم جان و از دری دیگر به طرف حولی چیکه برآمد. همراه خان با کمندنت تنها ماند. اکنون روزی من سیاه، گفت وی به کمندنت. اگر این مردک به دست نافتد و کی بودنش معلوم نشود، خوف و خطر از ما دور نمی شود. می یابیم، گفت بیغمانه کمندنت که جوانی بزبله و بیغم بود. از دست ما گریخته به هیچ جا نمی رود. شب و نیم شب از بام فرامده کارش را کرده رفتنش ممکن. من باوری دارم که از خود همین روز در گرد حولی شما آدم می مانند. رئیس ما به تدبیر. حاضر ما چطور به خانه می رویم؟ البته تنها نمی روید. آدم همراه می کنند، خاطر جمع باشید. در این دم تلفن زنگ زد و کمندنت به کسی گفت و شنید کرد که یگان کلمه سخنی او را همراه خان نشنید. خیال او به واقعه امروزه بند بود. خیر، امروز به آنها آدم داده عزات می کنند. پگاه چی؟ فردا چی؟ مگر هر روز نسیم جان را با آدم ها احاطه کرده برده می آرد؟ وی مردکی بدکردار را کی به دست می گیرد؟ نه، به دست گرفتنی وی آسان نی. بهتر که تا به دست افتادنی آن مردک نسیم جان را به یگان شهری دیگر فرستانند. اما اگر آن مردک قصد کند به همان شهر هم رفتنش ممکن. از دست قصددار خلاص شدن مشکل. الهی کسی به جانتان قصد نکند. اگر قصد کند البته یگان زیان می رساند. اصلش خودی من خاصیت ندارم، می گفت وی خود به خود. از بی خاصیتی خودم یگان روزی آسایشته ندارم. البته حادثه واقعی شده می استد.
نسیم جان آمد، خوش خندان بود. همراهی و یک مردکی قد بلندی لاغر اندام که به سرش شبکه، به تنش کلوچه شلواری سیاه رنگ داشت و چشمانی کبود و موی زرچش گواهی آن بودند که محلی نیست. آنس شناس شوید، گفت نسیم جان به آن مردک همراه خان را نشان داده. زنی من همراه خان، اولین زنی که در بخارا فرنجی پرتافته به کوچه برآمده است. وای مرم، گفت خجالت کشیده همراه خان، حالا من بی فرنجی آمدم مگر؟ بسیار نقص تبریک می کنم، گفت آن مرد به زبان ترکی و به همراه خان دست دراز کرد. نامی من حبیبولین، شریکی کاری شوهری شما. خوش از پوپیسه یک احمق ترسیدید می. ها، گفت اول همراه خان که در نزد آن مرد خود را ناهنجار حس کرده بود و بعد علاوه نمود وی پوپیسه نبود. میدانم، گفت باز بی پروایانه حبیبولین، این نغمه های عکس الانقلابچی هاست. ترسانده آب را لای کرده ماهی را داشتن میخواهند. آنها به شما بر این زنهای مشتیپر زوری خودشان را نشان دادنی میشوند. پروا نکنید، تخمی همه اشان را از روی عالم نیست میکنیم. ها، آسوده باشید، گفت نسیم جان هم. رئیس فهمیدند، خیلی سپارش ها دادند. انا حاضر رفیق حبیبولین ما را برده به حولی ماندنی شدند. هرچند که من نی گفتم، اما این کس فرمان رئیس گفتمان. حبیبولین با همراهی خود آن مردی ناترس و بیباک را دیده همراه خان خیلی آسوده گشت و به لبانش تبسم دوید. میلش، گفت وی به نسیم جان، بهانه کتی این رفیق حولی ما را دیده میمانند، یک پیاله چایمان را خورده میروند. ها البته، گفت نسیم جان، امشب مهمانداری درست میکنید. هیچ چیز لازم نی، گفت با تبسم حبیبولین. سلامتی شما لازم. خیر رفتیم نباشد، گفت نسیم جان. آنها با کمندند خیر و خوش کرده برآمدند. در کوچه در گرد و اطرافی چیکه کسی نبود. حبیبولین در روشنی فانوسی نزدی چیکه راست ایستاده از کیسه قوطی پاپیراس را برآورد. اول به همراه خان، بعد به نسیم جان تعارفی کرد. وقتی که آنها تشکر اظهار کردن نگرفتند، خودش یک دانه پاپیراس گرفته به دهان گذاشت و آتش داد و گوگردی سوخته ایستاده را تا سوخته تمام شدنش داشته ایستاده، بعد پرتافت و رفتیم گفته سوی رسته چینی فروشی روانه شد. آنها هر سه قطار می رفتند. حبیبولین در طرف راستی نسیم جان و همراه خان در طرف چپی او، بلند بلند گپ زنان خنده کنان می رفتند. رسته چینی فروشی از رونده و آینده خالی بود. این رسته از 3 سو سر شده تا به ته طاق تیلپک دراز شده بود. تخمین 150 متر درازی داشت و فقط در میان جای آن یک فانوس خیره می سوخت و بس. همین که به درون این رسته در آمدند، ترس و واهمه باز به همراه خان هجوم آورد و حتی لرزیده به بازوی شوهرش سخت چسبیده بود. وقتا که آنها به روشنی شعله فانوس رسیدند، از پس آنها آوازی دهشتناکی کسی بلند شد که می گفت خیانتگری ظالم استا، حقت را گیر. آنها هر سه یک باره به قفا نگریستند که همان مردکی همراه خان دیدگی در دست تپانچه به سوی آنها نشان گرفته است. هنوز یگان تی آنها کاری نکرده، چیزی نگفته، آوازی گلدراسی تپانچه بلند شد و در عین زمان چیر راست زده افتادنی همراه خان همان بود.
حبیبالدین هم از کیسه دستی تپانچه‌دارش را برآورد و به سوی آن مرد 2 تیر پراند. آن مرد هم افتید. نسیم جانی هوشباخته دیوانوار فریادی زد و به سر همراهان خم شد که او دلش را با هر 2 دستش داشته روی ناکی افتیده بود. نسیم جان او را از زمین برداشت و سر و تنش را بر روی زانوهایش گذاشت. زنک هنوز جان داشت و شوهرش را نزدیک حس کرده اندک چشم گشاد و در لبان قوتش کنده او تبسمی آمیخته به شرم نمودار گشت. عزیزم، شما زنده؟ 100 شکر. من فدای شما. همراه خان گویان رسته را به سرش برداشته نسیم جان فریاد کرد. عزیزی من، جان من، استید، چشم کشایید. نخواد کی تیری ظالم نخواد کی به شما. همراه خان چیزی گفتنی بود نتوانست. چشم پوشید و خاموش ماند و از یک کنجی لبش خطی باریکی سرخی نمودار گشت. همراه خان گفت نسیم جان از لب و رخساری او بوسه کنان. نرو چشم کشا. مردم داد خانیم سوخت. همراه خان دیگر آوازی را نمی شنید و تنش لرزیش نداشت. وی تا 1 درجه به مراد و مقصدش هم رسیده بود. یاری عزیزش را، نسیم جانش را دید و از قصد بدی دشمن آگاه کرد و جانش را به تن او سپر نمود. بله، تبسمی شرمالودی که در لبان بی جانش نقش بسته مانده بود همین را تلقین می کرد. جانی جفا دیده، عذاب و مشقتی روزگار را چشیده، به یار رسیده و روز ندیده او قربان و فدای راهی عشق گشته بود. دیگر تن او در آغوش نسیم جان بی حس و حرکت می آسایید. وقتا که مردم از چیکه و دیگر جاها دویده به سر آنها رسیدند، هر 2 هم بی حس در آغوش همدیگر افتاده بودند. نظام الدین به صد اندیشه و خیال به خانه در آمد و عینک سیاه را از چشم، تلپک برگی کفقاز دوخت را از سر گرفت و یک نفسی آسوده کشیده به دیوان نشست. در دهلیز لامپه می سوخت. درون خانه از شعله آن اندکی روشن بود. نظام الدین فقط حاضر به دسیسه احمقانه خود پی برد و تنش را کنده کنده می گرفت که فایده نداشت. وی در مجلس تشکیلات وعده داد و به عهده گرفت که نسیم جان و رئیس چیکه را از میان می بردارد، اما فکر نکرد که در این راه طرح کشیده اش را هم 1 درجه با دوستان به میان گذارد. بلکه وقت نشده ماند. واقعه و حادثه ها چنان چند برچسب آمدند که نظام الدین نخواست فرصت را از دست دهد، اما ناآمدی کار را فکر نکرد و چاره نه اندیشید.
وی گمان کرد که بقاجان هیچ نباشد، نسیم جان را می کشد. بعد وقتی به قفا گریختنش اگر از چیکه خبردار شده مانند، آدمانی وی به سرش زده جا به جا او را هم می کشند. اگر خبردار نشوند داشته برده حبس می کنند و با همین سیر پنهان می ماند. اما از چیکه رسیده آمدند. بقاجان سخت جان بوده است. تیری تپانچه حبیبولین فقط یردار کرده است. او را برداشته بردند. البته به هوش می آرند، البته استنطاق سر می شود و خواه ناخواه بقاجان اقرار می شود. نظام الدین از جا برخاست. جامه علاچه کمپخته را به کتف پرتافت و آهسته بر روی حوری برآمد. اطراف خاموشی بود. در روی حوری کسی نمی نمود. یک کمپیر و پسرچه وی که از خویشاوندان خودش بوده و در خانه پایان صوفه زندگی می کردند و چون پاسبانهای حوری بودند حالا شمعشان را کشته می خوابیدند. در حوری بیرون خدمتگاری قدیمه وی قنبر باید حالا خواب نکرده باشد. رفته خبر گرفتن لازم. نظام الدین فانوسی الکتریکی دستی را روشن کرده از راهروی حولی درون به حولی نچندان وسیع ولی خوشترهی بیرون برآمد که در حقیقت قنبر در مهمانخانه بیرون شمع گیرانده کار کرده می نشست. کاری وی جورتگی بود. ظرفهای شکسته چینی را قداق می کرد. وقتی که نظام الدین دروازه بیرون را از درون زنجیر کرده به مهمانخانه درآمد، قنبر چاینک قرمزی را به بین زانوهایش گرفته با کمانک پرمه را گردانده به چاینک جای میخ را سوراخ می کرد. مانده نشوید ملا قنبر، گفت نظام الدین. در این بی وقتی دروازه را نبسته شیشته؟ هم تو می، گفت قنبر چاینک را مانده از جانم خیز شده. من به کار آواره شده گذشتنی وقت را ندانسته ماندیم. بگمانم که شما خودی حاضر به حوری درون گذشته رفته باشید. خیر حاضر. من زنجیر کردم. سلامت باشید ناظر افندی. خودی شما چرا استراحت نمی کنید؟ نمیدانم، خواب پر شدیم. کارتان مشکل. بله، کار مشکل، گفت نظام الدین به قنبر با حسد نگاه کرده. انا کاری شما نقص، تینج، بی ملال، غمی هیچ کس را نمی خورید، به کسی کار ندارید، چاینک و پیاله های شکستگی از گریبان شما داشته این طور کن یا آن طور کن نمی گویند. در قلمرو شما همیشه آسودگی حکم فرما. این راست، گفت قنبر پیاله ای را به دست گرفتن. من غلامی درگاه شما باشم هم با مرحمت و مهربانیتان به کسب بیچارگی خودم هم مشغولیت دارم. من از پاره بتون می سازم، چیزی از بین رفته و نادرکار را کارایی و مهم کرده می مانم. انا همین پیاله به سنگ رسیده 3 پاره شده بود. من اون پاره ها را به همدیگرش چسبانده پیاله بتون ساختم. اکنون در این پیاله چای نوشیدن ممکن، آب نوشیدن ممکن، شراب نوشیدن ممکن. اکنون این چینی پاره نی بلکه پیاله کاری است. همین طور هر پاره را بتون کردن ممکن، فقط دل آدم را نی. دل آدمان در دست مرحمت شماست ناظر افندی. با دل احتیاط باشید. اگر دل آدم پاره شود شکند دیگر علاج نیست. دل پاره پاره را یماق کرده نمی شود. آن دل دیگر بتون نمی شود. بله راست می گویید،
گفت به تأثیر سخنان حقانی قنبر به اختیار داده شده نظام الدین و پس از خاموشی علاوه نمود. انا دیدید از این جهت هم کاری شما، کسب شما از کار و کسب من بهتر. شما دلازاری نمی کنید، دلها را پاره نمی کنید، نمی شکنید. شما برعکس پاره ها را بتون می کنید. اما من با تقاضای وظیفه مجبورم گاه دلازاری کنم، دلها را پاره کنم، شکنم. چی علاج؟ زمان ما همین طور یک زمانه شده ماند. ما پاره می کنیم، شاید بعد بتون شود گفته. ما می شکنیم، شاید بعد ما را نشکنند گفته. همین طور برادر زمان ما زمانی بشکن شده ماند. اگر تو نشکنی تو را می شکنند. خدا نگه دارد گفت قنبر. شما را می شکستگی ها کی ها شکسته شدند، پاره پاره گشتند. اکنون زمانی حریت، زمانی شما زمانی یاش بخاری ها شد. این دولت و این حشمتی که شما دارید بکی هست. مردم به درگاهتان دست نیاز برداشته قطار می شوند. شما را به خودشان پشت و پناه و حامی می دانند. همه کارهای داخلی مملکت بخارا در دست کارآزمود شماست. اکنون شما می شکنید، شما پاره می کنید. حکم شماست. و هر حال مشکل گفتمان نظام الدین و به سوی در روان شد. خیر خواب کنید. اگر کسی آمده دروازه را تق تق زند نکشایید. اول زنگوله را کشیده به من خبر رسانید. احتیاط شرط. خوب شده است، خاطر جمع باشید گفت قنبر و خواجه خود را تا به حولی درون گسیل کرده برگشت. اما سخنان آخرین او نظام الدین را به اندیشه وادار کردند. همه کارهای داخلی مملکت بخارا در دست کارآزمود شماست. اما این دست کارآزمود مجبور است که کارهای داخلی مملکت را پرتافته گریزد. اگر نگریزد اکنون او را پاره می کنند، می شکنند. افسوس، صد افسوس. دولت، حشمت، حاکمیت، فرمان فرمایی همه را پرتافتن، خود را به کنار کشیدن لازم. این آسان است مگر؟ نظام الدین به این منصب با آسانی نرسیده است که پرتاید و رود. نخواد که دیگر علاجی نباشد. نخواد که همه امیدها برباد رفته باشند. نظام الدین به خانه در آمده دستک تلفن را برداشت. به چیکه به آدم خودش زنگ زد و با رمز به او گفتگو کرده دانست که بقاجان را حالا به حال خود گذاشتند و رئیس چیکه از کرکی برنگشته است. وی یک نفس آسوده کشید و باز خود را بروی دیوان پرتافت. шунавандагони азиз, шумо гуфтори даҳумро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқии тоҷикистон ҷалол икромӣ дар қироати ализода абдурашид хоҷамқул шунидед. коргардон шералӣ нағзалӣ, садобардор карим толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.